بعد از مصوبه اخیری که کنگره امریکا داشت و آقای اوباما اون رو ابلاغ کرد و یک بند از اون مصوبه هم در خصوص محدودیت صدور ویزا برای کسانی که با 4 کشور در واقع رفت آمد داشته باشند از جمله جمهوری اسلامی ایران، ما یک نامه رو به آقای رئیس جمهور تهیه شد و دوستان فرستادیم. در یک فراز اعلام شد که خب بعد از 12 سال معلوم شد که در گزارش آژانس که به دروغ ایران رو متهم کردن به اینکه فعالیت‌های غیر نظامی در واقع تو بحث هسته‌ای داشته، هرچند که گفتن که بعد از سال 2009 هیچ اتفاقی نبوده و بین 2003 تا 2009 هم چیز قابل توجهی رو پیدا نکردن. منتها یک اتهام بزرگی رو متوجه ایران کردن، اونم بعد از برجام، یعنی حرفا رو هم قبل از برجام نزدن. در بند 14 در واقع کماکان اعلام میکنه که پرونده ایران 10 سال کماکان تحت بررسی خواهد بود. تو همین فاصله هم مدافعان حرم رو به عنوان گروه‌های تروریستی در واقع در مصوبات آوردن. فلذا ما تو این نامه از آقای رئیس جمهور خواستیم این مصوبات هنوز برجام عملیاتی نشده و هنوز به جایی هم نرسیده، عملاً تحریم رو اینها بدون نام تحریم به نوعی شروع کردن. وقتی که یک کسی نمیتونه خودش به ایران سفر بکنه، چطور میتونه سرمایه‌اش رو در واقع بیاره و در یک مراوده تجاری اینجا سرمایه گذاری کنه؟ ولذا از آقای رئیس جمهور خواستیم که تو این زمینه به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و رئیس هیئت نظارت بر برجام میبایستی این بررسی رو انجام بده و یک گزارشی رو به مجلس و برای تنویر افکار عمومی تو این زمینه داشته باشه. بعضی از مسئولین ما در وزارت خارجه اعلام میکنن که این نامه کری کفایت از این میکنه که امریکا متعهد است که در واقع این مصوبه رو اجرا نکنه، ولی از لحاظ حقوقی این حرف درست نیست، زیرا که رئیس جمهور این رو تصویب کرده و ابلاغ کرده. چطور میتونه وزیر خارجه در واقع این اختیار رو داشته باشه برخلاف مصوبه حرفی بزنه؟ ما فکر میکنیم بیشتر نامه آقای کری یک نامه دلجویانه است تا یه نامه حقوقی که آقا شما نگران نباشید، ما امیدواریم، ما اینقدر اختیارات داریم، میتونیم اینو اجرا نکنیم. خب یکی از اون اختیاراتتون همین الان استفاده کنید. آقای اوباما بنویسه آقا من در مورد ایران اینو اجرا نمی‌کنم، در صورتی که اینا محقق نشده. اون هم صرفاً به خاطر یک نامه دلجویانه آقای کری که به نظر من نه ارزش حقوقی داره و نه ارزش سیاسی حتی.